3 چیزه که اگه رعایت کنین یه استراتژیست بزرگ مثل آیه دکتر میشین. حالا برین خودتون تحقیق کنین این 3 تا چیز چیه. اگه منتظرین من چیزی بگم بلد نیستم. اگه بلد بودم الان مجری نبودم، جای ایشون نشسته بودم. اینجوری هم نگام نکنین. درست میگم آقای دکتر؟ آفرین که هر چی استراتژی داری از من بهت نشر کرده. در کنار شما از اشتباهاتمون درس گرفتیم، اینطوری شدی. ولی به پاتون نری. کنفوسیوس گفته که خندیدن به اشتباهاتتون میتونه عمرتون رو طولانی بکنه، اما رفیق کنفوسیوس گفته که خندیدن به اشتباهات رفیقتون میتونه عمرتون رو تموم بکنه. روشن شد یا همچین بذارم که بری رو دیوار چین کار استراتژی بکنی؟ بله. در ابتدای سال نو آقای دکتر یه طرح جدید دارم. برو ببینیم. برای اینکه شما به مقام عظما حرفی نزنین که باعث تکدر خاطر بنده بشه، حالا عظما رو بیخیال. خودم همین اول کار حرف اصلی رو به مقام عظما بزنم و ابتکار عمل تو برنامه رو به دست بگیرم. آیه دکتر ببین عظما، کار از آرزو کردن و سبزه گره زدن گذشته. اینا رو بیخیال شو. این وضعی که تو توش گیر کردی اگه همه درختای جنگل هم گره بزنی هیچ فایده ای نداره. کشتیش بدبخت بیچاره رو که. برو سر سوالاتت دیگه. آیه دکتر این درسته که به دلیل درایت کنترل نشده مقام عظمای ولایت مذاکرات به نتیجه نرسید و این بحث توافق کامل در یک مرحله رو که کردن کل کارهای قبلی رو هم ضایع کردن؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردن. بله میفرمودن که شوته از تیر برق رفت بالا، افتاد پاش شکست. دکتر یه پمادی داد بهش، گفت اینو بمال به تمام تنت. شوته گفت بابا پام شکسته، پمادو به تنم بمالم. دکتر گفت اگه تنت نمیخارید نمیرفتی بالای تیر برق. سربسته گفتم. آقای دکتر این شل کن صف کن چیه؟ مقام عظما یکی میزنه به نعل، یکی میزنه به میخ، یه سیخ به دلواپسا میزنه، یه سقلمه به دلاراما. گیج شده؟ مذاکرات قوم برم شیرینی خورون نیست، زهر خورونه. راحت که نمیره پاش، میخواد دو طرف رو داشته باشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردن. بله میفرمودن که مشنگه با کت و کراوات و پیجامه تو پذیرایی خونه‌شون نشسته بود. ازش پرسیدن چرا کت و کراوات پوشیدی؟ گفت ممکنه مهمون بیاد. گفت پس چرا پیجامه پات کردی؟ گفت ممکنه مهمون نیاد. روشن شد یا همچی بذارم که بری تو پذیرایی؟ آیه دکتر این داستان یمن چیه مگه؟ سردار سلامی همین چند روز پیش نبود که گفت باب المندب دستمونه و با رگبار موشک‌ها همه جا رو در هم میکوبیم و چنین و چنان میکنیم، اما یه مرتبه خاموش شد و به جاش وزیر خارجه بدبخت مقام عظما که کمرش زیر بار این مذاکرات اتمی خم شده با گریه و زاری درخواست کرد که بیایم در مورد یمن و کاری که اونجا داره میشه مذاکره کنیم. طبق دکترین خر و جنگل میشه این موضوع استراتژیکی رو حتی برای بسیجی‌های مشنگ 0 کیلومتر آکباد جا انداخت. آی دکتر مگه خرم دکتری اختیار داری. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم. بله میفرمودن که خره تو جنگل 4 نعل میدوید و همه اینجوری عربده میزد که آی گرگ میخوریم، آی ببر میخوریم، آی پلنگ میخوریم، آی شیر میخوریم، که یه باره یک شیر نرقول مرسی هیکل قوی جلوی ظاهر شد. خره دید هوا پسه، وایساد گفت بیشتر وقتا شکر اضافی میخوریم. روشن شد یا همچین بذارم که بری تو جنگل عربده بکشی. اما سب کن بحث زهرخوری رو نمیخوام اینجوری بهت بگم، میخوام یه گام استراتژی بیارم به جلو. میخوام بهت بگم که تو بحث منطقه‌ای یکی رفت تونس، یکی هم رفت نتونست. دکتر بحث یمنه. سب کن بیرم قربان برم، تونس با یمن 2 قدم بیشتر فاصله ندارن. اونی که رفت تونس که تونست، اونی که نتونست مقام عظمای بدبخت بود که رفت تو یمن نتونست، تو عراق نتونست، تو سوریه نتونست، هر جای دنیا که گشت نتونست افتاد به این وضعیتی که الان افتاده. آیا دکتر در مورد زهرخورون خود مقام عظما
اینقدر علبشنگه را نمیداده که این سردار قاسمی و دلواپسا را میندازن. اینطوری که هزینه زرخورون واسه نظام بیشتر میشه. اینا شعورشون نمیرسه. اینا شعور خودشون که البته نمیرسه، ولی خودشون فکر میکنن که عظما شعورش نمیرسه. شدن دایه مهربونتر از مادر. چجوری؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن رضا بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که تو مراسم ختم مشنگه گفتن مرحوم وصیت کردن که سیاه نپوشیم براشون. یکی از اون وسط داد زد گفت مرحوم غلط اضافه کرده، ما به احترامش سیاه میپوشیم، حرف اضافه هم کسی نزنه. آقای دکتر یه سوال خیلی استراتژیکی برام ایجاد شد با این بحث شما. دکتر وقتی تو عراق زیر ضربیم، وقتی تو سوریه هر روز داریم تلفات بدیم، وقتی کشورهای منطقه پشکیل هم بارمون نمیکنن، خلاصه توی داخلم اوضاعمون اساسا خرابه، نیروها دارن میریزن بالای نظام، خبرگان تو رأسشون مقام عظما و حاج رفسنجانی کم مونده که خیلی هم دیگه رو بجون. مگه مریض بودیم داستان یمن رو اینطوری باد بزنیم و تبلیغ کنیم؟ با عرض معذرت مقام عظما با این همه درایت و سیاست مگه شعورشون نمیرسید که نباید این کارا رو بکنن؟ عرضم به خدمت شما که سوال خوبیه. مقام عظما شعورشون میرسه ولی زورشون نمیرسه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن رضا بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یکی داشت بسیجی ها رو توجیه بهداشتی میکرد که یه دفعه یه گربه‌ای بالای دیوار روبرو نشست، شروع کرد با زبون خودشو تمیز کردن. یارو به بسیجی ها گفت نگاه بکنین این گربه هم با وجود اینکه حیوانه و نفهمه عقلش میرسه که باید نظافت بکنه، با زبونش خودشو تمیز میکنه. یکی از همین بسیجی ها که شاید همین سردار سرامی بوده باشه دست برن که گفت آقا ما هم عقلمون میرسه ولی زبونمون نمیرسه. روشن شد یا همچی بذارم که عقلت برسه و زبونت نرسه. و اما آقای دکتر سوال پایانی هم نداریم و همینجا بحث رو تموم میکنیم. چرا؟ چطور مگه؟ برای اینکه نمیخوام ابتکار عملی رو که با خون دل به دست آوردم از اول برنامه تا همین اینجا داشتم میومدم از دست بدم. مشنگه سوار تاکسی شد در رو نبست. راننده بهش گفت در رو ببند. مشنگه گفت زرنگی میخوای ببندم که فوش بدی؟ یخ کنی با این ابتکار عملت، با این مثال کشکی که زدی برای توجیه ابتکار عملت بازی برد میکنیم. من وارد دعوا با شما نشدم، شما هم دستتون باز. الان این دوربینا رو همه رو خاموش میکنیم، شما با دست باز هر چی دلتون میخواد به مقام عظما بگین، زنده و مردهشو یکی بکن. قربان برم بازی برد چیه؟ من زنده و مرده عظما رو یکی بکنم؟ تو از اول برنامه این بلا رو به سرش آوردی. کاری که تو با مقام عظما کردی تحریما باهاش نکرد. هر چند دهنه در میشه تو گیت دهن رو کشیدی مقام عظما رو کردی.